بهترین بازی ما با تیم ملی آمریکا است که در سال 2007 در کره جنوبی شده بود که ما در اونجا غالب آمدیم، 4-3 غلبه کردیم. در خردی ما در کوچه با رفیقانم فقط تو بازی میکردیم و من خیلی فوتبال پسند اومد. مربیگر بهترین از تیم ملی سوریه است که او در کنار راست بازی میکرد. با فکر من مربیگر بهترین است. دسته خوجند است که در بازیایی که با ما با دسته استقلال بازی میکنه خوب برآمد میکنه. گل بهترین من که سال 2007 با دسته آمریکا بود، با تیم جوانان آمریکا که من گل چهارم رو زدم و گل با فکر من گل بهترین من است. بهترین مربی با فکر من محسن محمدی است. بهترین مسئولیت رو به من مربیم عزتالله میرزایف گفته بود که فقط با پیش فقط ما از تو باوری دارم که همه طرف نقض میشه. دوست بهترین من یک تونست دلشاد واسیف، نوردین دوران و همه کلی دسته استقلال است. با من فیلم «Заложница» همه فیلم بهترین است. در آینده کوشش میکنم که چه مهارتی که داریم با نو رسول همش رو مربی با فکر من مربی میشه.